وقتی که پروردگار وعده خلاف نیست، پروردگار وعده خلافی نمیکنه. انسان ها هستن که وعده خلافی میکنن. میاد صد جمله های گفته و تافته قطعی خودشان مخلص نمیدونم کیم چی بدن چورسون طرف میگیره دیگه، نه تلفنش هست نه خودش هست نه پیداش میکنی با گفتن نمیوگیش. پروژه دانشکده اسلامی بودم، برنامه تلویزیونی میبردم، اگر مشاهده کرده باشید خصوصا در رمضان ها هر صبح برنامه ها میرفت، برنامه ارشاد. هم من برنده بودم هم شارح هم برنامه اسلامی در تلویزیون. یک نفر اومد اداره واکن استاد همین برنامه ها که دیگر خوب دیگر تعریف کرد. گفتم خدا قبول کنه. خب که مغرور نشدیم، لیکن گپ سری چی میره؟ گو اگر همین روز از مسجد اومدم در خانه همین خسر بچن نومرد همین در خانه را گرفته سومنتی خانت نمیدره یا میدرم در پیش خانواده فرزندات شرمندت میکنم، همین قدر سوم در کار است که بته همین شرمندگی خلاص شوی. این همین سری مو فلان جو سوم دارم همون را بیارم میتونم. استاد که میدونم که خودت آدمی یعنی خودت ترسی نمی چی 10-20 صفتی دیگر با بلوی که خیلی آدم با فرهنگ است. خب دیگه از مسجد اومده است، نمازی یعنی نمازی بامداد رفته است. ولی فکری من که نمازی بامداد رفته است، نمازی بامداد هر کس رفته نمیتونه. خیلی خلاص اعتقاد در کار است که نمازی بامداد برود مسجد همین که سوم گرفت توضیح دیگه نمیوبیمش کجا هست. همین است. یعنی فکر میکنن که با همین راه میشود زندگی. حالا فکر میکنید که اون بایشو اون مبلغ هم چندانی نبود که اون بای هم شود، لیکن گپ سری که بعد خلافی را ببینید، این برنامه ریزی را ببینید، این جمله سازی را ببینید، نقشه کشی را ببینید. برای چی؟ برای فریب کرده و سوم گرفتن. میگه الحمدلله ما نه قشاق شدیم نه کم شدیم. من فکر میکنم که هیچ وقت او هم برکت نمییابد. انسانی که فریب میکند، دروغ میگوید، رازنی میکند، هیچ وقت برکت نیافته است نمییابد است. هیچ وقت. برای همین باید که مسلمان باید همیشه شور باشد، بیدار باشد، خود را بشناسد، بداند که کی هست، چرا خلق کرده شده است، چیکار کند که خوشبخت میشود. این همه رو باید اندیشه کند، باید دویم فکر کند. دعا کنیم پروردگار همه ما و جوانانی که گمراه شدند، پروردگار همگی را هدایت کن به راه راست، انسان‌های مفید و منفعتناک برای خود و برای جمعیت و برای وطن و برای کشور و برای امت اسلامی. خداوند عزوجل من همه اونایی که در مهاجرت مهنتی هستند اونها را در حفظ حمایت و پناه خودش نگه می‌دارد. همه ما را مفید و منفعتناک بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.